بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفس برنامه یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین، اوضاع بر وفق مرادتون باشه. خیلی خیلی ممنونم که انتخاب شما برنامه یاد خداست و کاراتون اینجوری تنظیم کردین تا بنشینین پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریای عزیز و باز هم از مباحث ایشون پیرامون موضوع مهم اخلاق بشنوید و استفاده بکنید. امیدوارم که اینجا به شما خوش بگذره و مثل برنامه‌های گذشته مباحث استاد عزیزم به دلتون بنشینه و براتون کاربردی باشه که خیلی امید دارم این اتفاق تو این برنامه هم بیفته. بنابراین ازتون دعوت میکنم حالا که نشستید پای تلویزیون تا پایان برنامه وقت بذارید و برنامه رو تماشا بکنید. ضمن اینکه به دعای شما ما همچنان در امامزاده موسی مبرقه عزیز هستیم در قوم مقدس که فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه هستند. انشاءالله که شما هم خیلی زود زائر این بارگاه مقدس باشید از نوع با معرفتش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این پنجمین برنامه هستش که ما ذیل عنوان کلی اخلاق محضر استاد عزیزم سعیدی آریا هستیم با افتخار. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم، عرض ادب ما رو بپذیرید. انشاءالله خداوند توفیق بده تو این برنامه ها، تو هر جایی که هستیم انشاءالله بتونیم به بهترین وجه کلام اهل بیت مصطفی و قرآن کریم رو انشاءالله تبیین کنیم و روشن کنیم و منتقل کنیم مفاهیم زیباش رو به عزیزان بینندمون. الهی آمین، الهی آمین انشاءالله. خیلی ممنونم آقای سعیدی آریا عزیز. ممنونم از بتون. سوالی که پیش میاد اینه که ما الان 4 برنامه راجع به اخلاق از شما شنیدیم، درست، و فرمایشات اساتید دیگر رو هم، اساتید اخلاق رو کمتر بیشتر میشنویم، میخونیم، آموزش میبینیم، انشاءالله عمل میکنیم، به کار میگیریم و ما متخلق به اخلاق نبوی و دینی و اسلامی میشویم. تو مرحله بعدی حالا میخوایم با تأثیرگذار باشیم، میخوایم این اخلاق خوش رو که مردم عزیزمون همه زینت داره زندگیاشون به این اخلاق خوش، این اخلاق رو به دیگران هم انتقال بدیم. یه جا توی برنامه گذشته فرمودید، به این آیه قرآن اشاره کردید که قو انفسکم و اهلیکم نارا. حالا خودتو اول ساختی، بعد هم مراحل بعدی به نظر میاد اول اطرافیان، خانواده و اینها. ما چطور بتونیم این مفاهیم اخلاقی رو به عزیزانمون، به فرزندانمون، به دیگران انتقال بدیم و اونها رو هم تحت تاثیر قرار بگیریم، یک مجموعه، یک جامعه رو در نهایت داشته باشیم که این جامعه همگی صاحب خلق نبوی هستند، صاحب خلق و خوی نبوی هستند و این جامعه‌ای که جامعه مسلمان معنای واقعی کلمه هست در نهایت داشته باشه میشه. خب خداوند عالم اولا خودش این کار رو کرده. اول یه پیغمبری از جنس نور، از جنس اخلاق، از جنس همه چیز درجه یکش رو خودش قرار داده و اسوه حسنه ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. خدا یک اسوه، یک الگوی، یک چیزی که بشه از روش نگاه کرد و نوشت، روی نفس نوشت. خدا او رو اسوه قرار داده، تو تمام شؤونم اینطوری هست. ما هم پس این از خود آیه قرآن وام میگیریم و از کار الهی یاد میگیریم که باید برای تعلیم دیگران اسوه داشت، باید براشون الگو بود. اگر من برای فرزندم میخوام یه تربیت خوبی رو رقم بزنم، خودم باید الگوی خوبی باشم. نوعا یه سوال، چرا بچه‌های ما فارسی حرف میزنن مثلا؟ چون ما حرف فارسی میزنن. بله همینو دیده. اگر یه همچین چیزی رو در من دید، یه اخلاقی رو، تندی رو دید، این تندی پیشورز ذهنش میشه. همونطور که فارسی حرف میزند تند حرف میزند، تلخ حرف میزند، درشت حرف میزنه. اینا همه صفاتیه که یاد میگیره، میبینه از من و اصلا هم به نظرش چیز بدی نمیاد، چون پیشورز قضیه همینو دیده، فارسی دیده. اگر کسی پدر مادر انگلیسی هم دارن حرف میزنن، خب بچه انگلیسی حرف میزنه دیگه، اصلا مشکلی نداره، همونو یاد گرفته.
پس نگاه فرزند من به اخلاق و رفتار من این مسئله رو بله. میخوام یه مثال بزنم یه سطح بالاتر. مادر زنگ میزنه به خونه خواهرشوهرش مثلا، حالا معمولا یه همچین چیزی مشکل داره، یعنی یا عمه بچه ها زنگ میزنه و دلمون براتون تنگ شده، مشتاق دیدارتون هستیم، کی تشریف میاری اینجا ببینیمتون. و یه چند دقیقه اینا گوشی رو قطع میکنه، میگه وای ریختشو نمیخوام ببینم. خدای نگه چی داره آموزش میده؟ نفاق و دروغی. بگو نفاق دروغی. اصلا خود رذیله رو داره آموزش میده. منافق باش دخترم. بعد فکر کن بعد از این جریان مثلا یه ساعت بعد بگه دخترم صداقت انقدر خوبه، در اینقدر مثلا اون صفای باطن و پاکی و اون بچه نگاه میکنه، ما این کلمه هایی که میگی یعنی چی؟ اصلا عمل کردن همین مکالمه رو با تو اندازه خودش و اون چیزی که خودش باش درگیری یه جای دیگه پیاده میکنه. میگن آدم اون چیزی که میبینن عمل میکنن، نه اون چیزی که میشنون. لما تقولون ما لا تفعلون. چرا اونی رو که انجام نمیدی؟ چرا اونی رو که انجام، یعنی تقبیح شده توی قرآن کریم. انجامش بده. تا میخوام انجامش بدم نگاه بکنم من میخوام انتقالش هم بدم به نسل بعد، گاهی باید سرا و علانیه دو جور فعل رو انجام داد. گاهی یواشکی باید اتفاقا بعضی موقع علنی انجام داد. صدقه مگه خوب نیست کسی نفهمه کار خیره دیگه؟ چرا ما اینو توی بعضی از روایات داریم علنی انجام بدید؟ چون فرهنگش عمومی بشود. قدیمی ها میخواستن نظری پخش کنن میدادن بچه ها بدن، نوجوان ها اینا پخش بکنن، دستشون به صدقه دادن عادت کنه. نه میری بخوای پولی بندازی صندوق صدقات یا به کسی کمک بکنی، بیا بابا جان اینو تو ببر بده. درسته مال خودش نیستش، اصلا تو شأن درآمد بچه 5 سال است 10 سال است، اما این فرهنگ دهش، فرهنگ این که من یک کمکی دارم بدیم، صدقه دارم، حالا درسته پول مال بابامه ها، ولی این صدقه دستم عادت میکنه. میری خونه پدر و مادرت که خدمتی بهشون بکنی، امروز نوبت توی مریضن، بری جارو کنی خونه‌شونو، کاری انجام بدی، بچه‌ت هم با خودت ببر. آقا نه اذیت میکنه، نه بذار ببینه پدر مادر احترام دارن، باید برای پدر مادر کار ببین افتخار میکنم، زیرشونم تمیز میکنم، جارو هم میزنم، چیکارم من. پس بالاخره همون دیده شدنهای توسط فرزند من منشأ تربیتش میشه، نه اون چیزی که از زبان من میشنوه. نوعاً هم این خیلی پررنگم هست. فرزند شما اگر کنارت نشسته باشه، عکس العمل ها رو میخوام عرض بکنم، کنارت نشسته باشه میگه بابا بابا، هی صدات میکنه، شما برمیگردی داری با دوستت صحبت میکنی، اهمیت نمیدی، یه حرف زشتی بزنه، برمیگردی نگاش میکنی با ناراحتیم چی بود گفتی؟ چی آموزش دادی به بچه که بابا بابا روش صدا کردن من نیست، باید حرف زشته رو بزنی تا برگردم نگات بکنم. اگر بچه باهوشی باشه دفعه بعد که میاد سراغ شما اصلا بابا نمیگه، همون حرف زشته رو اول میزنه تا برگردی نگاش بکن. این دیگه با اینکه بچه حرف زشت نزن نمیتونی اصلاحش بکنی. این حرف بده که میگه خب بد و خوب من نمیفهمم، این حرف کاراست، این حرف داره جواب میده به من، این حرف داره من جلب توجه این تو رو میخوام بکنم، من باید بلد باشم که اگه حرف زشت و زد عکس العمل نشون نمیدم. یعنی این اصلا مسموع نیست، من درست نیست اینو بگی، ولی وقتی بابا محترمانه گفتی احتمالاً اتفاقا برمیگردم نگاهت میکنم. مادر و پدر میگن که آجا دختر ما نماز نمیخونه. دخترم بابا جون بر چی نماز نمیخونه؟ آجا میخونم. حالا شاید بعضی موقع اینا نه میخونم، ولی به پدر مادرم میگم نمیخونم. و چه آزاری داری مثلا دل اینا رو خون کنی که نمیخونی؟ ببینی اینو ببری تو ادبیاتی، یا دختر بچه 10-12 ساله، آجا وقتی که نماز نمیخونم، یعنی به اونا میگم نماز نمیخونم، مادرم میگه دختر گلم عزیزم نماز خیلی خوبه، خدا دوست داره، بیا اینجا. بابام برام جانماز پهن میکنه کنار خودش، دست سرم میکشه، جایزه برام میخره، ولی وقتی نماز میخونم دیگه هیچ کی باهام کاری نداره. این اون زبانیه که عرض کردم به غیر السنت، این زبان نداره ولی اتفاقا تعلیم و تربیت داره. یعنی دارم آموزش میدم دخترم اگر عرض شود که مثلا نماز نخوندی من خیلی تحویلت میگیرم
ولی اگه نماز بخونی دیگه تحویلت نمیگیرم. خب بچه‌م تشنه توجه، آدم بزرگش هم تشنه توجهه. چرا بچه؟ بله. برای جلب توجه آن چیزی که آموزش بهش دادی این چیز عملی بود، نگاهش کردی، مثل اون بچه‌ای که گفتم برمیگردی نگاهش میکنی. تو تمام مفاهیم اخلاقی این مسئله رو الان توی آخرین یافته‌های علمی برای نحوه آموزش توی مدارس و دانشگاه و اینا، همین آموزش تصویریه مطرحه. میگن باید با اجسام، بچه‌های کوچیک، اجسام، تصاویر، اینها آموزش، چون اونا تو حافظه تصویری قشنگ میمونه. خب این دین ما موقع همین، یعنی شما همین کنودات الناس اگه بخواید تبیینش بکنه گسترش، همه اینا رو در بر میگیره دیگه. همینطوره. پدری که طلبکارش میاد دم در به خانومش جلو بچه میگه آقا بگو نیست، دیگه نمیتونه توقع داشته باشه بچه‌اش دروغ نگن. بله. عملاً داری تو یاد میدی دروغ گفتن و نه دروغ نگو که راه نجات. آدم حالا تو دعا بکن، نماز بخون، از خدایا بچهای منو برات بچه بگو نجات و فسد. پسرم نگاه کرد که نجات تو که در کذب بود بابا. کجا میگه خدا من که این همه دعا کردم برای مثلا این بچه او کار اصلی رو باید می‌کردی که نکردی. تربیت خودت و بعد اون. یعنی غالبا کسی که اینجوریه اول خودش معلومه هنوز مسئله داره هنوز خودش به اون حد نصاب نرسیده توی پرورش خودش به لحاظ اخلاقی رفته. خب ما یه فاصله بگیریم، اجازه میدین برگردیم و میدونم که یک مبحث مهمی رو انشالله میخواید تبیین بفرمایید. بفرمایید بریم زود برگردیم که باز نکات مهمی رو بشنویم از آقای سعیدیاری. بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حدوداً 10 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم که استفاده بکنیم از فرمایشات استاد عزیزم آقای سعیدیاری عزیز. پسر گلم این کار بدیه. ای بچه بد که این کار بدو میکنی. این دوتا یه فرقی با هم میگه داشت. آره اون اول خود اون فرد و بعد اون کارو. احسن. فرد و کار دو تیک. امر به معروف، نهی از منکر. آره اون فعل رو در احسن. فعل منکر و معروف صفت فعل نه صفت فرد. راست میگی. قرآن کریم دیدین چجوری امر بر برای شخصیت آدم‌ها احترام قائل. یا ایها الذین آمنو، هم پسر گلم خودمون ایمان آوردید، حالا این کار انجام ندید یا این کار انجام بدید، اینو نگید یا اینو بگید. اول میگه بنده مؤمن خدا، اول به تکریم میکنه اهل ایمان. اهل ایمان اون که قرآن مخاطب آدمو قرار بده خیلی شیرین و قشنگ. تکریم نفس. اگر کسی رو خواستی هر بلایی سرش داری شخصیتش رو خورد کن. اگه شخصیتش خورد شد هیچ دیگه از داغونه، تربیتش همه چی از بین میره، از پایه همه رو زدی ریختی و این خیلی خطر بزرگش اینه. حالا دیگری که بهش یه شخصیت کاذب داد میکنه میبرتش به خودش. از همین نقطه ضعف استفاده. اگه نگفتی به بچت، نگفتی دوست دارم و 1000 بار اینو ازت نشنید، اظهار محبت نشنید ازت، اولین دوست دارمی که دیگری گفت هر کشیده رفته. ولی اگر شنید و گفت بابام 100 بار اینو به من گفته، ثابتم بهم کرده، من به کرد اصلا عقده محبت ندارم توی این قضیه، ولی یه ذره مسئله عوض میشه. میشه بچه ها رو اینجوری تربیت کرد. شخصیتشون رو زیر سوال نبر، فعلشون کارشون رو زیر سوال ببر. بگو این فعل با تو تناسب نداره، از تو بعید بود، از تو بعید بود، تناسب ندارم، از تو بعید بود. من اصلا نمیدونم. بچه‌هایی که میگن بچه‌های زرنگ کلاس هستن، اون نمره پایینشون رو خیلی درس میخونن که بیاد بالا، چون ردیف نمراتشون مثلا همه 17-18 است، یه دونه 15 توش باشه خیلی اذیت میشن، چون اون خیلی وقت میذاره. ولی اگه تونست داغونش که ای بچه تنبل بابا تو اصلا عقلت اصلا گوشت نداری چی درست، و اصلا باورش میشه همچین مثلا لهش کردی، انگیزه‌ای برای درس خوندن نداره. این مسئله شخصیت. اگر گفتی بچه بد 5 سالش هم که باشه سپر میگیره، بخواد از شخصیتش دفاع کنه. تو چرا بهش گفتی بچه بد؟ به خاطر فعل بدش. حالا از فعل بدش هم دفاع میکنه، چون الان مقارن شد با شخصیتش، علت و ضربه خوردنش به خاطر این فعلشو. اگه این فعل رو بتونه ببره بالا، من این کار بدو کردم ولی قصدم این بود که اینجوری بکنم، مثلا یه جوری توجیه کردم، شما بچهای دیگر رو ندیدی که این کارو میکنن، شروع میکنه فعل رو تقویت کردن. ولی اگه شخصیتش رو خورد نکردی، شخصیتش رو آوردی بالا،
من تو رو میشناسم، تو اهل این حرفا نیستی. او چه اتفاقی افتاد که این کار از تو سر زد؟ آره میخواستم بگم اونجا که گفتین سعی میکنه از خودش دفاع کردن، اتفاقا تو هم باید کمک کنی اون لحظه، تو هم بیای تو تیمش، یعنی به اون کمک بکنی. مثلا من میخواستم فلان کنم که حرف زدم، آره میدونم اشتباه شد، تو اصلا اهل دروغ نیستی، تو اصلا یه لحظه نمیدونم چی بود مثلا دروغ مال آدمای خوب نیست، تو که اینطوری نیستی، اصلا نباید توی این وادی وارد آره. مثلا یه همچین چیزی که این کرامت دادن، این شخصیت دادن خیلی تاثیر خوبی العاده هست. تو سفارش دین ما خیلی زیاده روش پیامبر اصلا اکرام نسبت به کسی که خاکستر داره میریزه بری بالا سرش، این من خیلی فکر کردم، هیچ وقت توجیه نشد که بتونم یه همچین کاری رو. حالا نه اصلا حالا چون مثلا نسبت به فرزندان اینا مثلا روش تربیتی پیامبر با امام حسن امام حسین، این دنیای عجیبیه. خود روش تربیتی امام حسین و امام حسن اصلا در مورد کسی که اشتباه وضو میگیره شنیدید؟ بله میاد معروف است، باید میاد عوض اینکه بگه پیرمرد یه عمری ازت گذشته آخه وضو بلد نیستی بگیری، آخه این چه وضعشه، آخه یا بخندم به رفیقم نشون بدم، نگاه کن ما کدوم یکی بهتر وضو میگیریم. اینو بعد قسم شما دو تا آقازاده اتفاقا درست وضو، یعنی او رو در جایگاه داوری قرار میده، یعنی بهش رتبه مقام میده، شخصیتش رو حفظ میکنه که خراب نشه شخصیتش. وقتی میخواد مسئله شرعی، من اینو دیدم از علما بزرگان، طرف یه مسئله شرعی رو میخواد سوال کنه، در قالب سوالش دو تا غلط اضافه ترم میگه، یا آقا اینجوریش که اینطوریه، میخواد درستش کنه، نمیگه اینا غلطن، اینجوری مثلا میگه ببین چند جور من بیان میکنم، شما ببین چه جوریه مسئله. اگر کسی، حالا خود فرده که داره این اشتباه رو انجام میده، همین الانم خودش بیان کرد، اگر کسی اصلا موضوع رو از این شخص میبره بیرون، چقدر محتوا، اگر کسی این کار را بکند، رساله اینجوری دارد اصلا موضوع فاعل رو حذف میکنه تو خطا کردنش که این بهش بر نخوره یه همچین کاری کرده. چقدر شیرینه اینجور جواب. اینا بلد بودن، میخواد خطای طرف رو میبینه ولی تغافل، اصلا ما این عبارت رو در دینی داریم، تغافل میکنه. تغافل آدم میسازه. اشتباه حرف رو زد، لغت رو میگه اینو منظورتون بود، لغت رو یه لغت حرف زشتی زده، حرف درست رو میزنه بهش، اینو منظورتون بود. حرف بعد اینا رو دیدم با چشم خودم، حرف بعد میزنه بهش یا توهینی چیزیه، میگه سلام علیکم، فکر میکنه که این سلام شنیده حرف اون رو، اینم شنید اون چی گفتش، علیکم السلام، بله حال شما خوب، اونم نگاه میکنه رفتارش تغییر میکنه. نوعاً با شخصیت دادن. و اگه گفتم شخصیت گرفته شد، کسی خودش رو بی مقدار دید، خودش رو بی مقدار دید، بعد حاضر به هر کاری میشه، حاضر به هر خطایی میشه. اما اگر خودش رو ارزشمند دید، تنها هم بذاریش تقلب نمیکنه. این تستایی که برای مثلا روانشناسی یا چیزای دیگه میگیرن، بچه‌هایی رو که بزرگترن مراقب دیگری قرار میدن، دو تا ظرف قرار میده، شیرینی توش قرار میده، احتمالاً دیدید، خیلی معروف هم هست این مسئله. خلاصه این میگم کنید بچه‌ای که بهش شخصیت دادن، گفتن که مثلا تو مراقب اون یکی باشا، من میخوام که این کارو نکنی و اینها، تو بزرگ شدی، شخصیت میده، این دست نمیزنه. وقتی چیزی نمیگه یا برادرم همون کارو میکنه، بلافاصله اینم اون شیرینی رو برمی‌داره. اگر میخوای تربیت کنی، اول شخصیت طرف رو حواست باشه، به هیچ صدمه نزنی. به بهانه تربیت کردن، با لفظ بهانه میگم چون نمیدونم چیکار بکنم، میزنم له میکنم طرف. به بهانه تربیت کردن، شخصیت طرف رو خرد نکنی، بعد دیگه از تو پذیرش هم نخواهد داشت، چون حرف درستم بزنی مترادف با تخریب شخصیتش میبینه. ذهن ما شرطی میشه توی مسائل اخلاقی. هر موقع از این آدم چیزی شنیدم، اعصابم خورد شده، له کرده ما رو، بالاخص توی جمع، این ظرافتش اگه فرصت داشته باشید سریع عرض بکن، نصیحت یا اصلاح یا موارد اخلاقی رو تو جمع بسیار دقت کنید. یعنی حرفت هم درسته، خطای طرفم واقعا خطا، ولی توی جمع چنان اثر تخریبی میذاره، یهو برمیگرده بهت میگه خوب کردم، چیکار میخوای بکنی؟ بچت دیگه میخوای بگه خوب کردم یا چیکار کردم؟ اصلا توی جمع شخصیتش رو بردی زیر سوال، بعد دیگه قابل احیا نیست. یه وقت پیش شماست، قابل احیاست، پدر و مادرشی، بزرگترشی، وقت توی جمع قابل احیا نیست. از اون چیزایی که خیلی نهی شده، بی سلیقگی، اون چیزی که ما میگیم بی سلیقگیه توی این مطلبه، توی انتقال این مفاهیم. گفت که طلبه خیلی حالش بد شد، توی حجره افتاده بود، نفسای آخرش بود، خیلی حالش بد. این رفیقاش دیدن خیلی حالش بد، گفتن بریم از این طبیب و از روستای بغلی بیاریم حالش بهتر بشه.
خلاص همون کسی که بالا سرش بود رفیقش مونده بود و بقیه هم رفته بودن. گفت یه کاری کنم این روحیه بگیری یه ذره حالش بهتر بشه. دستشو گذاشت بیخ گوشه، گفت دو سه تا آیه قرآن بخونم، بالاخره آیه قرآن تاثیر داره، اینم حالش بهتر میشه، یاد ایام میشه. صوتش هم قشنگ بود، خیلی با صوت قشنگ و عالی دستشو گذاشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. بگو اون مرگی که ازش فرار میکردید بالاخره میاد سراغتون. ببین چه آیه‌ای رو خونده تو چه موقعیتی، تو این حال بدی که این داره. اینا بی سلیقگیه، اینا انتقال مفاهیم، احکام، اخلاق، اعتقادات، هر سه تا اینا که گفتم ذبح میشن در این بی سلیقگی‌ها. تو این مسجد رفتی، تو اون با اون بچه یه جوری حرف زدی که دلخور شد. حالا با هزار چون سلیقه میتونی ساکتش کنی ولی با یه روش دیگه دلخور شد. از محیط مسجد، از پیرمرد، از این حاج آقا، از همه چی بدش میاد. یه دوستی من داشتم گفت فلانی من از آن بدم میاد. آدم متدین خیلی خوب. مگه میشه آدم اساسا خودم هم ناراحتم، خدای من چه خوب باطنی دارم که مثلا از آن بدم میاد. گفت اینقدر کنکاش کردم در گذشته خودم، دیدم مثلا ما تو زمان قدیم رو پشت بام میخوابیدیم دو دوران نوجوانی، پدر ما هم یه کاسه آبی مثلا اون بالا می آورد و وضو میخواست بگیره، اذان صبح که میشد اذانم میگفت بلند باشه الله اکبر الله اکبر. زبونش که گیر بود، دستش هم گیر بود، پاش آزاد بود. او هر الله اکبری میگفت یه لگدم به ما میزد ما رو بیدار بکنه. بعد ما اشهد ان لا اله الا الله چون طولانی تر بود 2 تا لگد داشت. میگفت من هنوز سالها گذشته ولی اون طعم تلخ با شنیدن صدای اذان توی ذهن من شکل. با سلیقه باشیم، دین خدا رو، احکام، اخلاق، اعتقادات، هر سه تا رو گفتم، اینها اگر با سلیقه منتقل بشن، شیرین منتقل بشن، یه عمر یاد آدم میمونه. خیلی مهمه. خیلی مهمه. اینقدر مهمه که علامت‌های جاهل گفته شده، افراط و تفرید. تو عبادتش نگاه کنی همینطوره، یا یه روزی افراط میکنه یا دیگه یهو میذاره کنار. تو اعتقاداتش هم میده، تو اخلاقیاتش هم میده. علامت جهل، علامت ندانستنه. اگر دونستی حد تعادلش که اون اوسط رو به عنوان خیر گفتن، بهترین امور رو به عنوان اون حالت تعادلی داشتن، بدانیم آن چیزی که فکر ما رو از تعادل بیرون میکنه رو ازش دور بکنیم. هیجانا علا به ذکر الله تطمئن. الحمدلله رب العالمین. آقا دست شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم و توی این 5 برنامه گذشته ذیل موضوع کلی اخلاق خیلی چیزای کاربردی از شما یاد گرفتیم. اجر شما با بزرگی اون عزیزی که خودش برای اتمام مکارم اخلاق مبعوث شد، پیامبر رحمتاً للعالمین. انشالله یاد گرفته باشیم از سنت رسول الله و به نام ایشون که آوردیم انشالله خدا ما رو متخلق کنه به اخلاق حسن. انشالله. عوامل ندارین یا علی مدد. علی یارتون باشه، موفق باشید. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تماشا کردین.